نوکرم شید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين، مهمانان عالی قدر، الحمدلله که با لطف و کرم الله سبحانه و تعالی و با سعی و کوشش این برادر گرامی قدر ما در این محفل خیر شرکت داریم. البته این هم فضل و کرم الله سبحانه و تعالی برای ما و شما هست. استاد عزیز الله سبحانه و تعالی عمرشون دراز گردونه، در دعوت در خدمات دین اسلام عزیز باز هم سعی و کوشششون بر دوام بگردانه. الحمدلله که در دیار ما چنین استادای ما هستند که شب و روز جان فدای دین و جان فدای بنده های مسلمان هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید مردهای مؤمن و زنهای مؤمنه در اسلام، در دینداری، در طرز حیات، در انسانیتگری و مهر و عاقبت با همدیگر دوست هستند، مهربان هستند، رفیق هستند، همدیگر هم در دنیا هم در آخرت از برای رضای الله سبحانه و تعالی دوست می دارند. عزیزان، الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه مؤمنها و مؤمنها را وصف میکنه. با چی وصف میکنه؟ با دوستی همدیگر. دوستی مؤمنها و مؤمنها عزیزان دل برای خودش شرط شروط داره، موافق خودش آدابها داره. دوستی خیلی نیست که در خلصندی، در توی و معرکش، در ضیافتش بیاییم خوشحال باشیم، از ضیافتش تناول و استفاده کنیم. گفته استاد عزیز روز در سرش یک مصیبت و بلا بیاید، یک احتیاج به یاردم ما در او پیدا شود، ما از او بگریزیم. این دوستی نمی شود عزیزان. پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث مبارک بسیار بسیار تشویق و ترغیب و تاکیدها درباره همدرد بودن مؤمنها، هم نوا بودن مؤمنها، با همدیگر مشفق و مهربان بودن مؤمن و مؤمنه ها کردگی هستند. امروز ما چه قسم مسلمان شدیم، ما چه قسم مؤمن شدیم که نه عالم برای ما قدرش ماند، نه برادران مسلمان ما و شما برای ما قدر دارند، نه اپا و خواهران مسلمان ما. الحمدلله که برادر و اپا و خواهران خیرخواه حقیقی مؤمن و مؤمنه هایی که الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه وصف میکنه این چنین هستند، لیکن بسیار مقدار کم. ما در همه حالت، در همه صورت باید که همدیگر را دوست داریم، باید که به همدیگر تمام رفتار و کردار و اعمال و طرز زندگانی ما و شما خصوصا در بین علمای کرام با مشورت و مصلحت باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن العلماء ورثة الانبیاء. علما اینها وارثای انبیا هستند، میراثخوارای انبیا هستند. انبیا برای میراثخوراشون، برای میراثگیراشون دینار و درهم میراث نگذاشتند، بلکه چرا میراث گذاشتند؟ علم میراث گذاشتند. عزیزان، در ما و شما مادامی که حقیقت اوصافی که الله سبحانه و تعالی
و جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مؤمن ها میکنه، مادامی که این چنین مؤمن نباشیم، مؤمنی ما و شما برای ما و شما کار نمیتیه. وقتی که ما دعوای مؤمنی میکنیم، باید مؤمنی ما و شما مؤمنی صادقانه باشه. اون دعوایی که ما الحمدلله مؤمن هستیم میگیم، همین سخن از زبان نه، بلکه از قلب ما و شما باید جلوه بدیه، از قلب ما و شما باید صدا تیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشون ندا میکنن: ای کسانی که به زبان ایمان آوردند و ایمان به قلب اونها داخل نشده است. ای کسانی که به زبان ایمان آوردند و ایمان به قلب اونها داخل نشده است. لا تغتابوا، گفتن شما برادران مؤمن تو نه، اپا و خواهرای مؤمنت نه غیبت نکنه، گفتن تهمت نکنه، گفتن با اونها بدگویی نکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسایی که ناحق در شأن یک برادر مسلمانش سخن میکنه، برای آبروش ریزاندن، برای عداوت شخصیش در حق او تجاوز میکنه، از قفای او غیبت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم که چی وصف میکنن این قسم انسانه. ای کسی که ایمان در زبانت هست لیکن در قلب تصدیقش نیست. کسای غیبتی را پیامبر صلی الله علیه و سلم این وصف میکنن. امام بخاری رحمت الله علیه ای حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت میکنن که میفرمایند: سمعت النبی صلی الله علیه و سلم قال، شنویدم که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لا يدخل الجنة قتات. قتات غیبتچی، تهمتچی، بدگوی، بدزبان نسبت شخصیت های مسلمان لا يدخل الجنه، داخل جنت نمیشود. گفتن ما امروز در کدام معرکه که بشینیم، در اونجا حتما غیبت یک برادر مسلمان، در اونجا حتما یک اغوای نسبت اپا و خواهر مسلمان وجود داره. ما به کجا رفته ایستادیم؟ خوشا به حال اون برادر و اپا و خواهرانی که در هر کجایی که نباشند، محفل اونها از امر معروف و نهی از منکر خالی نیست. الحمدلله امروز ما چنین استازا داریم که شب و روز ما و شما در گوشهای ما و شما قال الله و قال رسول الله ای استازا در آمده میسته، در خواب ما هم حتی که الحمدلله. الحمدلله که ما چنین برادران عزیز داریم که او چنین محفل ها تشکیل میکنن، برپا میکنن. در این محفل ها قلب های ما و شما آرام میگیره. در این محفل ها صحبت های میشود که قلب های ما آذوقه میگیره. در این محفل ها صحبت ها و امر معروف و نهی از منکر و پند و موعظه های روحانی میشود. الحمدلله. اگر این موعظه ها نباشه، این پند و حکمت ها از جانب علما از برای ما و شما نباشه، حیات ما و شما خراب می شود، آخرت ما و شما خراب می شود. این خیر و احسانی که در برابر او امر معروف و نهی از منکر حد اقل تفسیر، حد اقل شرح یک آیت قرآن، یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نباشه، و بسیار برای مؤمن ها مصیبت کلان است. در دوام آیت الله سبحانه و تعالی می فرماید، چی میگه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و این قسم انسان ها، این چنین مؤمن و مؤمنه ها همدیگرشون دعوت به خوبی ها میکنن. ای برادر جان، بیا به سوی مسجد. مسجد یگانه راه نجات از عذاب و عقوبت های الله سبحانه و تعالی هست. مسجد یگانه راه نجات از بی‌برکگی، از کمبغلی، از نجات یافتن از بلا و مصیبت های دنیاوی هست. به سوی مسجد دعوت میکنن، به سوی قرآن دعوت میکنن، به سوی خداشناسی دعوت میکنن،
به سوی حقیقت انسانیتگری دعوت میکنن و ینهون عن المنکر و این چونین مردهای مؤمن و زنهای مؤمنه همدیگرشون از منکرات الله سبحانه و تعالی، از منهیات الله سبحانه و تعالی، از محرمات الله سبحانه و تعالی من میکنن، نسبت همدیگر بی‌پروا نمیشوند. امروز عده از انسان ها هستند که با گپ زمانوی گویم خمیلیان میگن، دروه میگن، در محفل اهل علم میشینن خودشون تقوادار میگیرن، در محفل فاسقین و منافقین هم نشینی کنن با اونها موافقت میکنن. دامله ها را اهل علم ببینن دقوات میزنن، داملا جان داملا جان چه خدمت، جانم فدای شما و هاکذا. میبینیش که در محفل فاسقین و منافقین هم همچنین دقوات زدگی و غیبت و تهمت علمای کرام میکنن. ما اگر به همدیگر بفرق باشیم، نسبت همدیگر در منکرات الله سبحانه و تعالی بی‌پروا باشیم، این البته به البته در دنیا هم در آخرت هم سوال و جواب داره. الله سبحانه و تعالی روز در سر ما و شما میآید که یکایک ما و شما را از برادرای ما و شما، از اپا و خواهرای ما و شما چیکار میکنه؟ میپرسن چرا دعوت نکردی؟ چرا از دین آگاهش نکردی؟ حالی روز در سر ما و شما میآید که ما از گریبان علما میگیریم که چرا برای ما دعوت نکردن. امروز سخت میگه، این میگه، اون میگه، میگیم عالم غیبت میکنیم، بدبینی میکنیم، لیکن روز در سر ما و شما میآید. الله سبحانه و تعالی این روز در قرآن عظیم و شان وصف میکنه: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. ای مردم، ای انسانهای مسلمان، شما آگاه باشید که شما در پیش روز قیامت داره، روز حساب و کتاب داره. در این روز بسیار سختی های در سر شما، آفتاب تاری سر شما میفراید، میه های سر شما از گرمی و از حرارت بلند آفتاب رنگ آب میجوشه، در جوش میدراید. شما طاقت استادگری کردن در این روز نداره. همچنین روز سخته. یوم یفر المرء من اخی، برادر ای برادر میگریزه. میگن با چی خاطر میگریزه؟ با این خاطر که برادر مسلمانش دعوت نکرده هست. از میای ای گریبان من میگیره که خودش نماز میخواند، خودش روزه میگرفت، خودش مسجد میرفت، خودش حلال میدونست، خودش حرام میدونست، خودش حق میدونست، خودش ناحق میدونست، لیکن نسبت ما به پروا بود. از میای ای سر ما دعوا میکنه، میگریزه. و دیگر برادر میگریزه. با چی خاطر میگریزه؟ ای عالم، این برادر مسلمان در دنیا پیوسته به خوبی، به نرمی، به ملایمی گاه ها میشد که از برای محبت، از برای دوست داشتن، از صمیم قلب با آواز بلند سخن میکردن، سخنهای میکردن که مقصد سخت میگرفتن در سخنها، در امر معروف و نهی از منکر، لیکن ما قبول نمیکردیم، ما سرکشی میکردیم، ما نفرت میکردیم. میگریزن برادرها. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، و روز هایی که پدر و مادر از فرزندا میگریزه، فرزندا از پدر و مادر میگریزه. چه جایی یک انسان بیگانه از بیگانه گریختنش؟ این روز ما در پیشگاه داریم. بناهن ما در کجای نباشیم، مادامی که امر معروف و نهی از منکر میشوه، باید که با گوش سر نه، با گوش قلب ما امر معروف گوش کنیم. در امر معروف و نهی از منکر عزیزان بهانه نمیشوه. امر معروف و نهی از منکر یکی از فرضهای اسلام عزیز است. امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر مبارکشون در زیر این آیه مبارکه میفرمایند، چی میگن؟ قال الامام القرطبی رحمت الله علیه: اخص اوصاف المؤمنین الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. خاصترین صفتهای شخصیتهای مؤمن این امر به معروف و نهی از منکر گفتن. این
علامت های بزرگترینی که علامت مؤمنی او را دلالت کرده میسته، به مؤمنی او بشارت کرده میسته، این امر معروف و نهی از منکر میگه. اگر ما از امر معروف و نهی از منکر یک بشارت و یک خوشخبر خوبی گرفتیم، الحمدلله گویم که در او کار خوب ما و شما باز هم محبت ما و شما زیاده می شود، باز هم سعی و کوشش ما و شما زیاده می شود. اگر ما و شما از زبان یک عالم ربانی یک خطا مونه اگر اصلاح کردیم، در اینجا هم چیکار کنیم؟ شکرانه الله سبحانه و تعالی را کنیم که ما و شما را از یک عقوبت، از یک عذاب، از یک ناخوشی دنیاوی و اخروی چیکار کرد؟ باز داشته. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.